مردم هوشیار شویتون، فرقی ملا و فرقی فالبین رویتون. فهمیدید برادر؟ برای یگان آدم علمداری حقانی باشد، افسوس که در بسیار منطقه ها مردم هم بیچاره ملا کتی سحرگر جدا کار نمیتونن. من مثال من یک پیام که میمونم بینید خودتون با چشمتون خونم. همین روز به اینستاگرام فرستاندین، من اینجا کلام کنی یه بار من خونم. سلام علیکم سازین خوبین؟ آجی یک سوال داشتم. مادرم از یک ملا منه بینید، مادرم از یک ملا به من تومار گرفتند. من باور ندارم، اما در لباسم دوختند تا با من باشد. همان تومار، من تومار رو از لباسم کندم. آیا این چیزا حقیقت دارد؟ من تومار رو رسمش پرتی، من سحری تازه، سحری تازه. حالی کلام میکنیم سحره، کلام کن سحره. لیکن ببینید گپش، مادرم از یک ملا گفت. ای مردم، این ملا معناش این است که یک آدمی که به منزلت جاینشینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هر چیزی که الله تعالی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد و باید به مردم فهماند، برای ما احکام شریعت رو بیان کند. فال بین آدمی کافر است. نخواهی آدمی که ایماندار و کافر ما جدا کرده نتونیم. افسوس که همین چیز در بعضی منطقه ها حتی امام خطیب است فالبین است میگن، نعوذ بالله. نخواد همین قدر به هلاکت گرفتار شده باشه. همین سحر است. کجا همین تو امور قرآن است؟ و وقتی که میگیم که تو امور آویختن شرک است، غربت میکنید اون که او فلان ملا کرده. نه، ملاهاتون چی کرده دادگی است؟ این خیلی در من همین قدر بسیار است که کجا همین تو امور است؟ حتی اگر قرآن نویسدم، علما ذکر میکنن که اون قرآن یا با خون می نویسد یا با نجاست می نویسد. یعنی میبینید خود یه رنگ برین، لیکن وی رنگ در رنگ نجاست استفاده کرد برای اینکه سحرش گذرد. یا بعضش بسم الله بسم الله می نویسد، در بعضی جا یا یگان آیت می نویسد، بعد در مابیناش یگان کتکچه یا یگان دیگر چیزا می نویسد. علم سحر دانستنش کفر است. کسی داند وی کافر است. همین معلومات در سرش باشد و کافر است. چخیل شما کافر ملا میگویید؟ بنابراین احتیاط کنید هم برادرها. مجبور شدیم گفته دری هر کس نرویتون. بهترین نوعی تبابت با دعا، با ذکر. صحبتی گذشته گفتیم که آن آدم 70,000 نفر آدم هایی که به بهشت به حساب و کتاب میرن، اونهایی هستند که از مردم طلب رقیه نمیکنن. یگان ملا یا اون کس خوانده ما منه نمیگن، بلکه خودتون حرکت کنید، خودتون خوانید. سوره فاتحه را همتون میتونید خوانده. سوره فاتحه به آب خوانید، همون آب نوشید، همون آب که در روتون شوید، جای درد شوید، همون آب نوشید. دعا کنید، بردوام دعا کنید، التجا به الله تعالی کنید. ما انزل الله داء الا انزل له دواء. هر یه دردی که الله تعالی نازل کرد، دوا هم نازل کرد. دردم الله نازل کرد، دوایم. خب این خیلی باشد بهترین حالت به الله تعالی خودش مراجعت کنیم و الله تعالی برای ما یگان واسطه نمانده است. به واسطه فلان چی پیش من بیاییتون، یا فلان زبان باید دانستن در کار برای الله تعالی که گپ زدم، یا مثلا الله تعالی هر یک آدم 1 میلیارد آدم 8 میلیارد آدم که یک بار گپ زده میتوند، همه رو میشنود. به زبانی که میدونید، به زبانی مادریتون به الله تعالی ناله کنید. انما اشکو بثی و حزنی الی الله. حضرت یعقوب علیه السلام گفتن که من شکایت خود را فقط به الله تعالی میکنم. ببینید پیغمبرا شکایت داشتن، پیغمبرا مصیبت داشتن، بلکه از همه بزرگترین مصیبت ها به پیغمبرا می آمد. من اشد الناس بلاء یا رسول الله. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه گفتن که یا رسول الله، از همه مردم پربلا کیست؟ سر بلاترین، سر مصیبت و سر مشکل ترین آدما کیست؟ گفتن که الانبیا، پیغمبرها. ثم الامثل فالامثل. سپس آدم صالحتر و صالحتر. و قدر ایمان آدم بلا داده میشد. همیشه بلا در این دنیا از روزی تولد. ببینید کودک تولد میشه، گریه کنان به دنیا میبیاید
والمؤمن يموت بعرق الجبين. مؤمن با عرق جبین از دنیا میگذره. این للموت لسکرات. موت عذاب دارد، کندنی جان عذاب دارد. به یک عذاب به دنیا آمد، از جای تنگی با مشقت به جای وسیع برآمد، باز از این دنیا با مشقت می رود. موبینش هم بینه کودکی حالی نو تولد شده از دندان می برارد، عذاب، گریه، ناله. به همین مصیبت مثلا دختر چرا گوشش رو سوراخ کردن، پسر چرا خط نکردن، همین گریه میکنه. همین عذاب است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو به مشقت آفریدیم. این دنیا جای همه خیل است، سنت الهی است. یعنی این دنیا، حتی بعضی علما میگفتن که هوای گرم شویش و خنوکیش یعنی چیزی طبیعی هست. ما باید به این غمگین نشویم. هوا خنک شد، هوا گرم شد، مصیبت های دنیا هم همین خیل گفتن. لا یزال البلاء بالمؤمن. همیشه بلا به شخص مؤمن آمدن میگیرد حتی به درجه میرسد که در روی زمین راه میگردد، در روی یگان گناه نمانده است. در روی زمین راه میگردد، در گردنش گناه ندارد، در زمین بی گناه شده است از عذاب و بسیار مشقت ها. قرضداری، غم، غصه، خواطری، فکر و خیال فرزندها، مصیبت ها، درد ها. کی درد ندارد؟ یعنی یک آدم نویسد که من یگان نمودی درد ندارم، گوید چی؟ یک آدم درد ندارد؟ بله، عین حال درد نداره، لیکن در عموم جسمتان بیماریتون هست، مشکلیتون هست. این دنیا همه خیلی است. بنابراین کم کم آدم به این بلاها صبر میکنه، دعا میکنه، به ذکر و عبادت و به این چیزا برطرف میکنه انشاءالله.